800 مشتری داشتم. نه جدی؟ مرد باید بدهکار باشه. من میتونم بگم که همیشه تو زندگیم بدهکار بودم، یعنی از همون تقریبا 7-8 سال پیش که دیگه خیلی جدی پول درآوردن رو شروع کردم، مرتب چک دادیم و خریدیم، خودم رو بدهکار کردم و خودم رو موظف کردم که بخرم. یک مغازه‌ای رو خریدم که حتی نمیدونستم چطور باید چکاشو پرداخت بکنم، یعنی نمیدونستم که تو آینده چی کار باید بکنم که اونقدر پول در بیارم. حالا 96 30 میلیارد، الان اون مغازه 400 میلیارد. 800 مشتری داشتم. نه جدی؟ تو بازار میگن میخوای یه پسر بچه مرد بشه واسش دسته چک بگیر. هیچ وقت منتظر نشید که پول یه ملک و کامل داشته باشید بعد برید معامله کنید. از اون موقع دیگه خیلی دیر شده. یعنی شما اگر 1 میلیارد پول داری باید بری یه ملک 3 میلیاردی رو معامله کنی و بعد وقتی قرض داری انگیزه داری واسه کار کردن، میدوی واسه اینکه پول رو پر بکنی. و اتفاقا تو این وسط که داری پر میکنی پول رو، چه اتفاقی میفته؟ اون ملک 3 میلیاردی هم شده 5 میلیارد. بازی رو بردی. پس هیچ وقت منتظر شرایط خوب واسه معامله نشید.